دوستان سلام عرض ادب خدمت همه شما خوبان و مخاطبان همیشگی میلی اسپورت. دلتان مثل زیبایی های شهر کابل سبز باشه، خوش باشه، کانون گرم خانوادگیتان لبریز از محبت باشه، همدیگر پذیری باشه و هر کجای دنیا هستید زندگی بکنید، لذت ببرید و بریم به سمت گزارش دربی کابل. دو تیم فوتسال جوانان میهن کابل و صداقت کابل. میثم فیضی رد شد، موقعیت برای بشیر احمدی و گل! گل برای جوانان میهن کابل. برخورد به دیوار دفاعی دور شد. موقعیت و گل اول برای صداقت کابل. و پایان نیمه اول میان صداقت کابل و جوانان میهن کابل. مقدس تیم ملی فوتسال افغانستان را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علی دیگر با هم مرور بکنیم. ضربه مرتضی تاجر، نصرالله رستمی یا اینکه الهام وهاب زاده و گل سوم. گل سوم برای صداقت کابل. نتیجه بازی را کسب کرده ولی دوست داره گل‌های بیشتری را به ثمر برسانه و گل چهارم. این بار میثم فیضی بازیکن خودی. موقعیت و گل پنجم. گل پنجم برای صداقت کابل روی دروازه صداقت کابل و دروازه خالیز. گل ششم یاران صداقت. اشتباه. موقعیت و گل دوم جوانان که به علی احمد روشن رسید. پایان نبرد جوانان میهن کابل در برابر صداقت کابل. تیم